وکیلان دفاع زید سیدوف حکم دادگاه نسبت وزیر سابق صنعت را ناعادلانه خوانده و خواستار بازنگری پرونده‌های او شدند. آنها گفتند که تاکنون متن کامل حکم را نگرفتند و برای رسیدن به عدالت تا به نهادهای بین المللی هم مراجعت خواهند کرد. دیروز این 25 دکبر سال 2013 این روزی گور کردن عدالت سعودی در تاجیکستان حساب کنیم هم میشه. دادگاه عالی تاجیکستان روز 25 دکبر وزیر سابق صنعت را به قلابی و بسیارزنی و تجاوز به ناموس گناهکار دانست و به 26 سال زندان محکوم کرد. خودش میگوید که بیگناه است و او را برای دیگر اندیشیش به زندان انداختند. سازمان‌های خبرنگاری تاجیکستان لاتوکوب و بازداشت عبدالرحیم شکوروف نواربردار خبرگزاری مستقل آزادگان را محکوم نموده و از مقامات خواستند که او را فوراً رها کنند. ماموران میلیسا عبدالرحیم شکوروف را که روز 25 دکبر برای انعکاس محاکمه زید سیدوف به نزد دادگاه آماده بود در شهر دوشنبه دستگیر کردند. امروز از جانب سازمان‌ها و اکثر سرمایه‌داران روزنامه‌های جمهوری همین خیلی از اظهارات پخش کردید که همون شخصان مسئولی که نسبت ژورنالیست لاتوکوب کردند و او را بازداشت نمودند چاره‌های مأموری اندیشیده شد. سازمان‌های خبرنگاری میگویند بازداشت نواربردار به احترامی آشکار به حقوق خبرنگاران در تاجیکستان است و آن ماموران میلیسا که عبدالرحیم را لاتوکوب بازداشت کردند باید برای این کارشان جزا داده شوند. در شهر دوشنبه حالا هر بامداد به جای شیردبیا این صدا شنیده می شود که زمانهای شوروی یک چیز معمولی بود. 2 هفته باز است که ماشین‌های مخصوص کمبینت شیر دوشنبه هر روز از صبح صادق تا شام در کوچه‌های پایتخت حرکت کرده و در محل‌های معین به مردم شیر می فروشند. شیر ماشین کمبینت است، از دکتر گذشتگی تمام لابراتوار گذشتگی به ضرر گردانیده شده. ما با مردم پیشنهاد میکنیم مرحمت شیری مثال ارزان 350 درمی. شیوه قدیمی و هم نوی تقسیم شیر در کوچه‌های پایتخت تاجیکستان بعد امر رئیس شهر دوشنبه شروع شد که از کمبینت شیر پایتخت خواست ساکنان را با شیر تازه تامین کنند. مشعل المپیک در روسیه از دست به دست می‌گذرد. به دست علیداد اسماعیلوف یک ورزشکار تاجیک رسید که آن را در شهر کیمیرو برد. ما در این شهر نوکوزنیتسک منطقه سیبیر از سال 96 با یک ترینر شناخته شدیم، والیبال بازی میکردیم. کاندیدات ماستر اسپورت یازد کماند لوکوموتیو اشتراک میکنیم. اویلادار هستم، بچه دارم، مکتب میره، صنف 4 میخونه. علیداد زاده ناحیه رشتقلعه تاجیکستان است و بعد جنگ شهروندی کشور را ترک کرده است. مشعل المپیکی به کیهان و زیر آب و دیگر گوشه‌های جهان رفت، چند دفعه خاموش هم شده است و ماه فوریه به شهر سوچی محلی بازی‌های زمستانه المپی میرسد. گزارشی کامل در این باره با ویدیوهای دیگر در تورنمای رادیو آزادی در صفحه ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و ادنا کلاسنیکی و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.